مرکز تشخیص بخطری عضوقواری کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر حصار دارای 5 شعبه های باکتریولوژی، انگلی، ظرف‌سنجی، زهرکیمیایی و بخطری خوراک عبارت بودند. همه نمودهای تشخیص ها را سریع و با صفت بلند به انجام می‌رساند. در موافقت با مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، ستانسیه مبارزه علیه بیماری‌های حیوانات، آموزش‌های تکمیل اختصاصی متخصصان آزمایشگاه‌های تشخیصی عاید به امنیت عضوقه در آزمایشگاه‌های شهر و ناحیه‌های به مرکز تعلق داشته را گذرانده است. عموما امام خطیب با رئیسان محله و در اشتراک رئیسان جماعت ما واخوری‌ها گذرانده شدیم. واخوری‌ها هم عاید کارهای فهماندهی نسبت فعالیت مرکز تامینات بخطری عضوقواری و عاید بیماری‌های صورتی ما در آنجا کارهای فهماندهی می‌گذرانیم و عموما امروز که مرکز در مثال می‌ریم مرکز بخش فیتوسانیتری کارانتینی و نظارت تخمی است. عاید بیماری‌های صورتی مثال می‌ریم درختان زیرستانی و دیگر ما کارهای فهماندهی می‌کنیم که با همراهی متخصصان خود در هر یک جماعت‌های شهر و دیهات برآمد نموده مثال می‌ریم این کارها رو به مردم فهمانده می‌دهیم. همچنین مرکز در بازارهای مرکزی شهر و ناحیه‌های منطقه حصار، بازار دهقانی شهر دوشنبه با جلب عالمان و متخصصان امنیت عضوقه جمهوری تشخیص عاید به امنیت عضوقه را با موفقیت گذرانده است. بیماری‌هایی که وام می‌خورند سریع وقت از فروش باز داشته با محلول‌های شیمیایی بی‌ضرر گردانده نیست نابود کرده می‌شود. بغیر از محصولات گوشتی دیگر محصولاتی که واردی تشخیصگاه می‌گردد با تغییریابی اقلیم حرارت به همه معلوم است که خیلی بلند رفته است. هنگام بلند گردیدن حرارت محصولاتی که تیل ویران می شود سریع وقت به آزمایشگاه خبردار کرده نگاه کرده از فروش باز داشته نیست نابود کرده می شود. در مجموع در نیم سال زیاده از 676 کیلوگرم محصولات ها پالیزی، میوگی ها دیگر نمودی محصولات ها غیر استعمالی دانسته شده بی‌ضرر گردانده شده نیست نابود کرده شد. از طرف مرکز عاید به بخطری محصولات خوراکواری، بهادهی از نگاه بهداشتی و گیگینی، همچنین عاید به بهبودی سطح زندگی و امنیت عضوقه اهالی دهات به واسطه خدمترسانی با صفت در محل‌ها کارهای فهماندهی گذرانده می شود.